یکی از نکات مهمی رو که من بین مریضان میبینم اینه که بعد از اینکه براکت هاشون خارج شد و درمانشون تموم شد، ریتینری که بهشون میدیم رو کامل و درست استفاده نمیکنن و فکر میکنن درمان تموم شده. در واقع درمانشون کامل تموم نشده، چون که ریتینر بخش مهمی از درمان هست که ما به وسیله اون دندونها رو در جایی که ما آوردیم ثابت نگه می‌داریم. ریتینر بعد از باز شدن دندونها باید به طور شبانه روزی، یعنی 24 ساعته استفاده بشه، به غیر از موقع غذا خوردن و مسواک زدن. حدود 6 ماه اینطوری استفاده میشه و بعد از 6 ماه میتونه به صورت شبانه ریتینر رو فقط موقع خوابیدن در زمان خواب استفاده کنن. این خیلی مهم هست چون که دندونها تمایل به برگشت به پوزیشن قبل از درمان رو دارن و همین عامل باعث میشه که خیلی از درمان ها ریلپس کنه و نیاز باشه که مجددا درمان رو تکرار کرد.